سلام، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به یه دوبله دیگه از ویدیوهای مستر بیست. از اونجایی که این هفته مستر بیست زحمت کشیده و رفته 100 تا خونه ساخته برای 100 نفر و چون من سلیقه شما رو میدونم، دقیقاً میدونم که چی میخواد، دیگه اونو دوبله نکردم. دیگه اونو خودتون برید ببینید. 100 تا خونه رو میده به 100 نفر. همین. و به جاش یه ویدیو خیلی باحال دیگه رو براتون آوردم که میدونم خیلی خوشتون میاد. یه تشکر ویژه هم کنم از بچه‌هایی که ویدیو قبلی رو دیدن، لایک کردن، سابسکرایب کردن، کامنت‌های خیلی پر انرژی برام گذاشتن. واقعا دمتون گرم. دل خیلی بزرگی دارید و امیدوارم که به هر چی که می‌خواین برسین. خیلی خوب، وقت رو تلف نکنیم و بریم سراغ ویدیوی جدیدمون. ما رو همین الان پیاده کردم وسط ناکجا آباد. اینجا کاملا متروکه است و ما قراره 7 روز اینجا بمونیم. تنها راه نجاتمون هم که رفت. قراره ما به مدت 7 روز اینجا گرفتار بشیم. چرا این کارا می‌کنیم؟ برای اینکه ویو بگیریم دیگه. این شهر زیبا به خاطر جنگ و بمبارون به صورت کامل متروکه شده و این به این معنیه که تنها ساکنینش فقط ما هستیم. البته تا جایی که میدونیم. به نظرم قدم اول اینه که از پشت بوم بیایم پایین. هدف اول ما اینه که اینجا رو خوب بگردیم و یه محل امن برای 7 روز آینده پیدا کنیم. بهتره از همین ساختمون که داخلش هستیم شروع کنیم. خیلی خب، بیایم ببینیم داخل این ساختمون چه خبره. من فکر میکنم که زیر این چوبا سفته. فقط یه راه وجود داره که بفهمی. خیلی خب، این دیوونگیه. احساس میکنم اومدم توی یه آخرالزمان زامبی وحشتناکه. فقط اینجا رو ببینید. با کمی جستجوی بیشتر به یه منطقه برخورد کردیم که ممکنه برای پناهگاه مناسب باشه. فکر میکنم همینجا با کمپ بزنیم. از اینجا کل شهر مشخصه و البته سقف داره که ما رو در مقابل بارون محافظت میکنه. حالا که تکلیف پایگاه اصلیمون مشخص شد، مرحله بعدی باز کردن جعبه تدارکاته که هلیکوپتر روی سقف برامون گذاشته. بیاین این جعبه رو باز کنیم تا بتونیم کمپ بزنیم. داخل این جعبه وسایلی که ما برای بقا تو 7 روز آینده بهشون احتیاج داریم. لازم نیست همه این وسایل رو پله ببریم. میتونیم بندازیمشون پایین. چیلر، دست به دست بدیم بره. گریز کیسه خوابو بگی، ممکنه بارون بیاد. چیلر، اینا بشقابای شاممونن. چیلر بگیرش نذار بیفته. چیلر، آره این باحال‌ترین کاری که تا حالا تو عمرم کردم. جدا از شوخی دیگه وقتش بود که سعی کنیم اینجا زنده بمونیم. کی میخواد برام آتیش درست کنه؟ من انجامش میدم. پس آتیش با تو. کریس به همراه مارک شروع کردن آتیش درست کردن. من عاشق کلبه‌هایی هستم که توش آتیش روشن میکنن. پیش آهنگ عقاب. تا حالا بهتون گفته بودم؟ در همین حال من و چیلر دنبال چیزی هستیم که بتونیم روش بخوابیم. دوشکای 100 سال پیش این شکلی بودن. صبر کن، تو دوشک پیدا کردی؟ آره. کجا؟ طبقه دومون گوشه بود. داداش همش برای خودت. ممنون. باید اونا رو با برزنت بپوشونیم تا حشرات از بین نبرن. من میخوام مثل لقمه بپیچمش. در حالی که چیلر شانس آورد و یه دوشک گلگلی گیرش اومد، ما تصمیم گرفتیم که روی درای چوبی بخوابیم. حاضرم شرط بدم که جای شما از من بهتره. کمرم از قبل درد میکنه. ساختمونه زیادی هستن که تو این شهر ندیدیمشون. فردا حتما کشفشون میکنیم. صبح میبینمتون. با اینکه اولین روز ما داخل شهر خیلی آروم گذشت، توی همون شب اتفاق وحشتناکی افتاد. در حالی که ما خوابیده بودیم، مارک به همراه چند تا از فیلمبردارامون با صدای شکستن شیشه نزدیک کمپ بیدار شدن و باعث شد که به این فکر کنیم که آیا واقعا ما اینجا تنهاییم؟ صدای چی بود؟ فقط صدای شکستن شیشه شنیدیم. فکر می‌کنم اونجا یه چیزی دیدم. علاوه بر صداهای عجیب و غریب، داخل پناهگاه به شدت باد میومد. بچه‌ها چطور خوابیدیم؟ افتضاح. پس به امید یه خواب بهتر بلند شدیم و صبحونه خوردیم. آماده شدیم تا یه جای بهتر پیدا کنیم. اولین باره که به عنوان صبحونه فلفل قرمز می‌خورم، ولی خیلی گشنمه. منظورت بعد قضیه قایدم. فکر نمی‌کردم از خوردن کنسرو فلفل انقدر خوشحال بشم. خیلی داشتم تلاش می‌کردم اونو فراموش کنم. ممنون که یادآوری کردی. بعد از خوردن صبحونه مفید، من یه چیزی رو همینجا بگم. شاید بگی که چرا این خانومه رو اینجوری دوبله کردی و اینا، اما حقیقت اینه که این قبلا پسر بود. تو ویدیوهای قبلی مستر بیست دیده بودمش و این پسر بود. چرا این دختر شده اینا کار ندارم، ولی صداش هم اگه بری تو ویدیو اصلی بشنوید یه صدای پسرونه طوریه، ولی یکم لوس فقط، که به خاطر همین من دیگه اینجوری دوبلش کردم. دیگه زیاد وارد جزئیات نشید. بریم دنبال. بعد از خوردن صبحونه مفیدمون هلیشاتو بیرون آوردیم تا دنبال یه پناهگاه توی ساختمونای ناشناخته بگردیم. ما اون ساختمون رو نگشتیم. هتل رو هم بررسی نکردیم. اینجا واقعا یه شهره. با این حال به بررسی ساختمونا به صورت تصادفی ادامه دادیم که به یه مهمون ناخونده برخورد کردیم. یه گربه اونجاست. میخوام هلیشاتو قشنگ بغلش بشونم. دید داره میبینه. کریس ببین داره هلیشاتو بو میکنه. گربه اصلا غریزه ترس نداره. خیالتون راحت باشه، بهتون قول میدم به این گربه دیگه پول ندید. ممنون. چه عجب، بالاخره مستر بیست یه موجود زنده رو دید، برای چالش نذاشت و بهش پول نداد. خدای شکرت. بریم داداش. درسته که این گربه سرگرم کننده است، اما باید تمرکزمون رو بذاریم رو پناهگاه. امشب هوا خیلی سرد. بنابراین ما سفرمون رو برای پیدا کردن یه جای مناسب برای انجام چالش ادامه بدیم. صبر کن ببینم اینجا کجاست.
فوق‌العاده است. یه زیبایی خاصی تو خودش داره، در این حال که ممکنه زشت به نظر بیاد. زیبای زامی آخر زمانی. آره دقیقاً. صبر کن ببینم استخره. خیلی باحاله. در گذشته احتمالاً اینجا اینجوری بوده، اما بعد از دهه‌ها رها شدن و پوسیدگی این چیزیه که ازش باقی مونده. وایسا ببینم اینجا زمین فوتبال هم داره. زمین ورزش. ببینم اون توپ فوتباله. وای آجی نزدیک بود بمیره. شرط می‌بندم سن این توپ هم بیشتره. قطر از همه ما بزرگتره. البته بجز مارک از این بزرگتره. ناکس. الان 2 راه داریم. میتونیم به بررسی این تونل خوشگل ادامه بدیم و به حاشیه شهر برسیم، یا تا هوا روشنه برای شب آماده بشیم تا یخ نزنیم. این به نظرم بهتره. موافقم. و بعد از یه روز کامل گشتن دنبال پناهگاه، نمیتونیم کل شهر رو بگیریم، خیلی بزرگه. بالاخره جایی رو پیدا کردیم که اونقدر محکم بود که بتونیم بهش بگیم خونه. امشب و یخ نمیزنیم و برنامه‌مون اینه که کمپو اینجا راه اندازی کنیم. اینجا می‌خوایم آتیش درست کنیم و همونجا میتونیم یه دیوار بزنیم. قرار راحت باشه. مارک هم این کارا رو انجام میده. داداش من گفتم ما. تنها قسمت سخت کار یه دقیقه اینجا اینه که تمام وسایل ما تو کمپ قبلی، یعنی اونجاست. امیدوارم این کمپ کارو در بیاره. راه انداختنش پدر آتمو در میاره. غروب خورشید و کاهش دما ما به کمپ قبلیمون برگشتیم و وسایلمون رو جمع کردیم تا به پایگاه جدیدمون بیاریم. می‌خوایم بریم کمپ جدید. خیلی خب، ما کلی تمیزکاری داریم که تا شب بعد انجامشون بدیم. که واقعا به نظر وحشتناکه ولی چاره‌ای نیست. بعد از پیدا کردن یه پایگاه مقاوم در مقابل آب و هوا، تا جایی که میتونستیم سعی کردیم وسایل رو تا قبل از غروب آفتاب بیاریم. و به خاطر اینکه هوا خیلی سریع تاریک شد، ما نتونستیم همه وسایل رو به پایگاه بیاریم. فقط یک کیسه آب، کنسروای فلفل قرمز و چند تا تشک تنها چیزایی بودن که ما داشتیم. بچه‌ها نظرتون در مورد جای جدید چیه؟ خوشحالم که باد نمیاد. خیلی گرم‌تره. چیلر تو چی؟ امروز روز سوم از چالش 7 روزمونه. وقتی بیدار شدیم دوباره شروع به گشتن کردیم. مواظب باشید. این پله یا سرسره؟ تو تمام این راه پله کلا 2 تا پله سالم هست. چه ساحل قشنگی. چقدر بوی ساحل میده. چون ساحل دیگه یعنی چی؟ اما چند لحظه بعد اتفاق عجیبی افتاد. فکر میکنم یکی رو دارم اونجا میبینم. یعنی چی؟ شما یه سایه اونجا نمیبینید؟ اونجا زیر پله ها. اوه آره، جیمی شما اول یادت میاد که نزدیک بود با حمله بطری‌های شیشه‌ای بمیری؟ من واقعا نمیدونم که اون بطری‌ها از کجا اومده بودن. در این لحظه بود که فهمیدیم ما واقعا تو این شهر متروکه تنها نیستیم. و وقتی فیلمبردار ما این شخص مرموز رو با کوادکوپتر مشاهده کرد، ما تصمیم گرفتیم که هر شخص عاقلی میگیره بریم بررسیش کنیم. بررسی این ساختمونه وحشتناکه. چرا این عمارت رو در کنار اون هتل بزرگ ساختن؟ چندین دهه پیش این هتل به عنوان یک استراحتگاه درجه 1 برای تعطیلات، اما سالها جنگ این ملک زیبا رو تبدیل به یک متروکه کرد. بیاین بریم تو. نمیدونم چی اینجا منتظرمونه. اصلا فکر نکنید که ما منتظر میمونیم که اول فیلمبردار بره تو. بی خیالش. اوه داره تاریک میشه. همه یه لحظه وایسین یه لحظه. آب نبات. بیاین بریم اونجا. اول من میرم. آره برو، ممنون. فکر میکنید اینجا شکلات میدن؟ یا خدا، دیگه داره خیلی ترسناک میشه و فکر میکنم مارک اول بره بهتره. نگاه کنید ببینید چقدر این راهرو طولانیه و اگه اینجا بیافتین احتمالاً میمیرین. یه احتمال ضعیفی وجود داره که یه نفر اینجا باشه و بخواد بهمون حمله کنه. اگه یه نفر بهمون حمله کرد باید چیکار کنیم؟ هر کی باید مواظب خودش. دقیقاً هر کی کنتر باشه میمیره. اون نور چیه؟ اوه سلام بچه‌ها، من الان قلبم وا میسته. ما تمام روز رو صرف پیدا کردن اون شخص مرموز کردیم، اما وقتی هوا شروع به تاریک شدن کرد فقط میتونستیم امیدوار باشیم که اون دنبال ما. حالا که هوا تاریک شده، در واقع چیزی که ما منتظرش بودیم. بدش من. متشکرم. این منظورم بود. ببینید که ما چطور میتونیم ساختمون اونجا رو ببینیم. این قدرتمندترین چراغ قوه جهانه. حالا میتونید ببینیدش. داش بهت قول میدم الان ماهی‌ها دارن میرن تو در دیوار. از کار افتاد. وقتی قوی ترین از پی میره. نکته مثبت این کار این بود که با قوی ترین چراغ قوه دنیا بازی کردیم و نکته منفیش اینه که باید تو تاریکی برگردیم. نکته بدیه. رد شدن از اینجا تو شب خیلی خطرناکه. آره 1000%. انگار دنیا داره تموم میشه و ما داریم سعی میکنیم زنده بمونیم. پس به خاطر اینکه تو خونسردی نمیریم به اردوگاه برمیگردیم. ما به پایگاه برگشتیم. من آتیش درست میکنم. من گشنمه. واقعا فقط کنسرو فلفل قرمز مونده. پس ما با آخرین منابع اون جشن گرفتیم. فردا اگه فقط یه میز و 7 صندلی داشته باشیم، البته غذا عالی میشه. اما وقتی صبح روز 4 از چالش 7 روزمون بیدار شدیم، ما متوجه شدیم که دیگه واقعا ذخایرمون تموم شده. کیسه آبمون تبدیل به کویر شده. بازم آب داریم؟ دوربینو بچرخون سمت اون پشت بوم. اونجا داریم. کاش 100 کیلو کالری داشتم تا میرفتم اونجا میآوردمش. بینی میره.
یعنی چی بینی میره؟ یعنی هر کی حرف بزنه باید بره. اون به کمک احتیاج داره، نمیتونه تنهایی بیارتش. بنابراین مارک و چیلر تمام راهو برگشتن تا منابع بیشتری از جعبه ذخایر بیارن. من در حال انجام مأموریت فرعی آب هستیم. در حالی که اونا رفتن آب بیارن. ما نمیخوایم بیفایده باشیم. من که اوکی ام. من نمیخوام بیفایده باشم. بنابراین میریم که یه میز و چند تا صندلی پیدا کنیم. اما قبل از اینکه خیلی دور بشیم، کریس کلا حواسش پرت شد. من نمیدونستم این اینجاست. جیمی من یه دوچرخه پیدا کردم. به نظر دوچرخه خوبی میاد. از کجا پیداش کردی؟ دقیقاً اینجا بود. اینجا باحال‌ترین شهر متروکه دنیاست. خوش میگذره بداره؟ عالیه. باشه من میرم دنبال میز. باشه بزن بریم. چه جوری میخوایم آب توش در بیاریم؟ خیلی سنگینه. نظریه من اینه که اینجا یه خونه است و مردم تو خونهشون چی نگه میدارن؟ میز و صندلی. دقیقاً. یه لحظه وایسا. ببین همینجا وایسا. اوکی. این شد صندلی. مارک خیلی قویه. فقط یه کمک کوچیک. این کیسه آب بیش از 500 پوند وزن داره. بنابراین دوست من مارک که یه یوتیوبر علمیه ایده ای داشت که اون رو راحت‌تر پایین بیاره. اما تنابمون پاره شد. ما به تناب قوی‌تری احتیاج داشتیم. چیزی که شما می‌بینید کاملا واقعیه. مارک به معنای واقعی نیمی از آب ما رو به فنا داد. خبر بدی دارم. زود باشین. بجنبین. تناب پاره شد و همه آب ریخت رو زمین. این در واقع یه مشکل جدی برای ما بود. وای نه. حتما دارم خواب میبینم. مارک غلط کردم. نگران نباشید رفقا، یه آب دیگه مونده. لطفا اونو مثل آدم بیاریم پایین. در واقع نیمی از آب ما از بین رفت و تنها راه حل ما برای انجام این چالش 7 روزه اینه که 2 نفر از ما برگردن خونه. پس کریس و چیلر قبول کردن که داوطلبانه شهر رو ترک کنن و من و مارکو با منابع باقی مونده تنها گذاشتن تا بتونیم این چالش 7 روزه رو به پایان برسونیم. واقعا اگه جیمی رو با کسی غیر از تو تنها میذاشتیم میترسیدم. متوجه میشی که چی میگم؟ نوکرم. اما قبل از رفتن اونا ما میخواستیم که یه جشن پایانی با گروه داشته باشیم. شکلاتت واقعا حرف نداره. موهام خوشمزه بود. به نظرم نقطه ذوب شکلات عالیه. اگر شکلاتای منو قبلا امتحان نکردین، اونا قبلا این شکلی بودن. اینا رو امتحان نکردین؟ فرمول جدید ما یه طعم فوق العاده بهتر داره. واقعا به والمارت برید، اونو امتحان کنید و نظرتون رو بهم بگین. راستش خیلی بهتر از فرمول قبلیه. ولی حرف منو باور نکنید. من تازه یه عملیات برای ناسا انجام دادم و خب فقط باید شکلات می‌خوردیم تا بتونیم از اینجا بزنیم به چاک. پس ما یه منور برای علامت دادن به قایق شلیک کرد. در واقع خیلی جالب بود. ببینید چقدر باحاله. صبر کن داره کل شهر رو روشن میکنه. اما قسمت غیر باحالش اینه که چیلر و کریس از پیش ما رفتن و فقط من و مارک تو شهر زنده. خیلی احساس تنهایی میکنم. این اولین روز ما بدون رفقا، اما از این موقعیت بهترین استفاده رو میکنیم. هدف امروز ما اینه که پناهگاهمون رو ارتقا بدیم. ما این اتاقو با برزنت ضد باد میکنیم. یه شومینه اونجا میذاریم و روشنش میکنیم. میخوایم قفسه و میز و صندلی پیدا کنیم. در واقع میخوایم تبدیلش کنیم به یه خونه. با این برنامه‌هایی که داریم ممکنه تا روز 14 طول بکشه. داره چرت میگه. بنابراین ما شروع به جستجوی ساختمان‌های اطراف کردیم تا وسایل پناهگاهمون رو پیدا کنیم. چیزایی که ما پیدا کردیم یه قفسه عالی، یه میز کوچولو و یه فرش بزرگ بود و همینطور یه چیز فلزی که با کوادکوپتر پیدا شد. پسر این صندلیه رو نگاه. به نظر سالم میاد. پسر خیلی راحته. یه تلویزیون فیک پیدا کردم. مثلا اینجوری میزنیم بگیم تلویزیون داری. چیز خوبیه. اینجا رو نگاه چقدر باحاله. انگار یه حیات باطلاقیه. هر ساختمون تو این شهر یه شخصیت خاص خودشو داره. با اینا چیکار کنیم؟ میتونیم از این به عنوان یه چیزی مثل هواکش استفاده کنیم. با ترکیبشون میشه یه شومینه ساخت. اون واقعا کاغذ دیواریه؟ ما کاغذ دیواری داریم. چه دردمون میخوره حالا؟ برای تبدیل خونه به خونه. انگار رفته بودیم خرید ولی یه سری آتش‌خال 30 ساله برداشتیم. عزیزم ما برگشتیم خونه. ما همه اینا رو پیدا کردیم. حالا میخوایم بچینیمشون. ما دیگه فقط نمیخوایم زنده بمونیم جیمی. دیگه میخوایم پیشرفت کنیم. خوشم اومد. 4 ساعت تلاش برای خارج کردن آوارهای داخل کمپ ما رو حسابی تشنه کرد. آب داخل این گونی واقعا مزه آشغال میده. به خاطر همین هممون یه بطری آب سیرکول آوردیم. کارتریج تم دهندش واقعا مزهشو بهتر میکنه. این اولین بالی که من از سیرکول آب میخورم. واقعا تجربه لذت بخشیه. شما میتونید شدتشو اینجوری تنظیم کنید. اگه خیلی سیگما هستین میتونید بذارید رو سطح 9. ولی اگه کم مزه خوری میتونه بذاره روی 1. حالا میخوام 6 رو امتحان کنم. 6 منم میذارم روی 6. مزهش حرف نداره. مال تو چه طعمیه؟ من ترکیب چند میوه میخورم چون انرژی داره. و میدونی ما الان به چی احتیاج داریم جیمی؟ انرژی؟ درسته. چه خوب که سیرکول هوامونو داره. حالا که از آب هیدراته شدیم وقتشه که حمله کنیم برای بازسازی. وقتی که اون چیزایی که گفتیم درست شه این بهترین اتاقی خواهد بود که توی شهر متروکه دیدین. این قفسه جدیدمونه. ببینیم چه جوری میشه. میبینیم پر گرد و خاکه. اوه افتضاحه.
حالا که قفسه تمیز شد میتونیم مواد غذاییمون رو بذاریم اینجا. به دلایلی بیشترین چیزی که آوردیم کنسرو فلفل قرمز و هیچ کس اینجا فلفل قرمز دوست نداره. این ردیف غیر فلفلیه، این ردیف هم فلفلی. اینم که طبقه شکلاتاست. و حالا یه میز داریم که بطریای سیرکولمون رو میذاریم روش. مارک یه بطری 22 اونسی داره و این یه بطری 32 اونسه و اونا یه بطری فلزی 2 عایق که با خرید 10 کارتریج تم دهنده میتونید اون رو به صورت رایگان دریافت کنید. بخرید. خریدنی نیست، رایگانه. آره. آره این جلوی بادای پایینو میگیره. ما در جدیدمون رو گذاشتیم سر جاش. یه برزنت بزرگ هم آویزون کردیم. این کمک میکنه که تمام گرمای شومینه داخل بمونه. اکسیژن میاد داخل، شعله‌ور میشه و گرما رو میده داخل و دود خارج میشه. این بهترین مهندسی ممکنه. بالاخره بعد از مدت‌ها سرما عالیه. فقط نگاه کن. ما آتیش داریم. میتونم گرماشو حس کنم. جیمی اینو از ویرانه‌های شهر متروکه ساخته. خیلی خب به آدرس drinkcircle.com/mr20 برید یا همین الان این QR کد رو اسکن کنید و این سیرکول بخرید. و اینم نتیجه نهایی. ما یه گیاه گوشه داریم، تختای خودمون رو داریم که حالا کوچیک‌تر شدن. شما میگید این خلاقانه نیست؟ آیپد مارک داخل قاب تلویزیون. اینجا نورپردازی خیلی خوبی داره. یه شومینه که اتاقو گرم میکنه، یه میز واقعی و صندلی و یه قفسه با غذاهایی که باقی مونده و یه حوله کثیف که با هم استفاده میکنیم. این یعنی بقا. اما درست در زمانی که شب ما برای 5مین روز متوالی به خوبی پیش میرفت، صدای شکسته شدن شیشه شنیدیم. این دیگه چیه؟ امروز که همه چی خوب بود. میخوام برم بالا ببینم کیه. چاقو رو دارم به عنوان تهدید میبرم. قرار نیست ازش استفاده کنم. هی اگه اینجا هستی فقط بیا بیرون. میخوایم با هم دوست شیم. داری با هم شوخی میکنی؟ تو بودی نه؟ به خودت قسم میخورم که من نبودم. سلام. این چیه؟ وای خدای من. این مارک رابرت ترین چیزیه که تا حالا تو عمرم دیدم. عجب بابا تو قسم خوردی. بله معلوم شد که مارک با ما شوخی میکرده و اون بوده که تمام این باتری‌ها رو مینداخته. من اینجا یه ریموت کنترل دارم و کسی بهش شک نمیکنه. میتونم تو کیسه خوابم باشم و بطری‌های شیشه‌ای رو از پشت بوم بندازم. همه رو غافلگیر میکنم. وای خدای من. فکر کردم میتونم بهت اعتماد کنم. بوم. حالا که مارک دیگه شوخی نمیکنه ما دستگاهشو بازسازی کردیم. بهم شکلات بده. این برای تو. یکی برا من، یه دونم برا من. یه جورایی باحاله. حقیقتا بخشیدن مارک برام راحت چون فقط یه روز دیگه از این چالش مونده. صبح بخیر. صبح بخیر شهر متروکه. شهر متروکه. شهر متروکه. اینجا خیلی سردتر از داخله. بزن بریم داخل. امروز صبح روز ششمه. تمام تغییراتی که ما انجام دادیم فوق العاده‌ان و حداقل 10 درجه گرمتره و این فوق العاده است. شگفت انگیز خوابیدیم. ما تو آخرین روز واقعیمون میگم بریم یکم تفریح کنیم. آره. جیمی به نظر این کایاکه؟ من میدونم باید باش چیکار کنیم. حالا یه نفر میتونه باهاش شنا کنه. من و مارک واقعا حال کردیم. بیسبال بازی کردیم، فوتبال بازی کردیم. حتی مارک به صورت علمی بهم توضیح داد که چجوری سنگ رو آب بپرونم و حتی از جای مختلف شهر سر همگی داد زدیم. مارک، بله. بیا همزمان وسایل از پشت بوم پرت کنیم. ایده خوبیه. راستشو بخواین انجام این کارهای احمقانه واقعا ذهن ما رو از تنهایی این شهر دور کرد. آره. و در ساعات پایانی این چالش و بعد از پاکسازی کم ما فقط تو ذهنمون یک هدف داشتیم. اینجا رو ترک میکنیم و دیگه بر نمیگردیم. ما اینجاییم آزادی. خیلی ممنونیم از مارک، اون مجبور نبود این کار انجام بده. اون یوتیوب خودشو داره و حسابی سرش شلوغه. این کانالشه. دمت گرم. بزنید از اینجا بریم بیرون. بزن بریم. حواستون باشه که من روزانه $10,000 در 20 روز آینده به اونایی که شکلات مستر 20 رو خریداری میکنن جایزه میدم. امتحان کنید، فوق العاده است. فقط یه سوال برای من پیش اومده بود. تمام مدت مستر بیست لباس سفید تنش بود، چجوری اصلا کثیف نشد؟ 7 روز تو یه جای پر از خاک و خل. خیلی خب، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب هم که فراموش نشه. تو ویدیوی بعدی میبینمتون. بدرود.